سلام و درود دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشین و به دومین قسمت از دوره پرایس اکشن خیلی زیاد خوش آمدید. قسمی که در تصویر میبینید امروز ما در مورد انواع روندها و بریکاوت ها و در مورد عرضه و تقاضا صحبت میکنیم و همچنان در ریل چارت مشاهده میکنیم. پس برای حمایت از ما لطفا ویدیو رو لایک و اگر جدید هستی سابسکرایب و اگر میخوای از ویدیوهای بعدی جا نمانی حتما زنگوله را فشار بدید. و قسمی که در اینجا میبینید ما الگویی به اسم روند نزولی داریم که روند نزولی چی هست؟ روند نزولی دارای سقف و کف قیمتی پایینتر می باشه. وقتی که قیمت در یک طولانی مدت یک روند ایجاد میکنه که دارای سقف و کف پایینتر می باشه، به او روند ما میگیم روند نزولی. قسمی که در تصویر میبینید مثلا قیمت در این نواحی بوده، کف پایینتر ساخته و دوباره ناکام شد که سقف بالاتر بسازه مثلا و یک سقف پایینتر ساخته و دوباره کف قبلی خود را شکستانده و یک کف پایینتر و کف جدید ساخته، دوباره سقف پایینتر ساخته اینجا و باز هم در این قسمت ما کف پایینتر می داشته باشیم. نشان دهنده این می باشه که خریدارها هر وقت که خرید میکنن در این اصلاحی قیمتی که اینجا هست، همین قسمی که اینجا می باشه، هر وقت که خریدارها خرید میکنن نسبت به فروشنده ها کم می باشه و فروشنده ها بیشتر می باشه و باز هم یک لگ قویتر و نزولی می سازه و باز هم خریدارها اینجا خرید میزنن و باز هم فروشنده ها در این قسمت زور می باشه و لگ پایینتر می سازه و کف پایینتر می سازه. یعنی نسبت به خریدارها فروشنده ها زیاد می باشه که باعث یک روند نزولی میشه. و در مقابل روند نزولی ما روند صعودی داریم. روند صعودی دارای سقف و کف و سقف بالاتر می باشه، مثل اینجا کف بالاتر سقف بالاتر. این نشان دهنده ای می باشه که خریدارها نسبت به فروشنده ها بیشتر می باشه. در این قسمت خریدارها زور شدن قیمت بردن بالا و باز هم فروشنده ها نسبت به خریدارها کمی زورتر شدن، باعث شده که قیمت یک اصلاحیه به خود ایجاد کنه و باز هم خریدارها بیشتر بوده و زورشان قویتر بوده نسبت به فروشنده ها و باز هم سقف بالاتر ساخته. دوباره فروشنده ها زیاد شدن، قیمت کم آوردن پایین و باز هم خریدارها نسبت به اونها زیاد بوده و باز هم بالا برده قیمت. نشان دهنده ای می باشه که نسبت به فروشنده ها خریدار زیاد می باشه در بازار و ایجاد میکنه یک روند صعودی. و در این قسمت ما سایدویز ترند یا روند خنثی یا هم به مو میگیم رنج اگر شنیده باشید، به معنای این می باشه که قیمت در یک محدوده مشخص نوسانات میزنه. یعنی چی؟ یعنی خریدارها و فروشنده ها در تصمیم می باشه و خریدارها و فروشنده ها هنوز مثلا تصمیم روند صعودی یا نزولی را نگرفتن و تا وقتی که بریک اوت اتفاق نیفتاده ما در رنج می باشیم که قیمت دارای سقف و کف مشخص می باشه، مثل الگویی که می بینید. و این خط سرخ بالایی را که می بینید به این ما میگیم ناحیه عرضه و این خط پایینی را که می بینید ناحیه تقاضا یاد میشه. یعنی چی؟ وقتی که قیمت یک بار به اینجا
به من حیث کف قیمتی واکنش نشان داده و باز در این قسمت به من حیث سقف قیمتی واکنش نشان داده، دفعه بعد که در این نواحی در قیمت که میرسه به من حیث کف قیمتی واکنش نشان میده. دلیلش می باشه که یک بار در این قسمت خریدارها مثلا خرید زدن، قیمت رو بردن بالا، راوند بعدی که میاد پایین، نسبت به رفتار بازار باز هم تریدرها در این نواحی خرید میزنن و باعث افزایش قیمتی میشن. وقتی که در این نواحی یک بار به من حیث عرضه یا سقف قیمتی عمل کرده، وقتی که قیمت افزایش مییابد و در این قسمت در این قیمت که میرسه، باعث میشه که تریدرها یا سرمایه‌گذارها در این قسمت از بازار خارج شوند و باعث ریزش قیمتی میشه. چی وقت ما از این رنج خارج میشیم؟ وقتی که مثلا همیشه وقت گو و خرس در جنگ میباشه، یعنی خریدارها و فروشنده ها در جنگ میباشه. نه جنگی که شما حالا مشت لغت را تصور کنید، مثلا جنگی که اینا میخوان مثلا قیمت را بالا یا پایین ببرن. و در ناحیه رنج معمولا خریدارها و فروشنده ها در تصمیم می باشند، یعنی هنوز تصمیم خاص برای بالا بردن یا پایین بردن قیمت ندارن. و چی وقت مثلا قیمت بالا میره، چی وقت بفهم قیمت بالا میره؟ وقتی که بریک اوت از طرف بای ساید اتفاق بیفته. مثلا قیمت یک بار دیگر وقتی که از این قسمت میایه در ای سقف قبلی خود واکنش نشان نده و به سمت بالا بشکنانه، دفعه بعد وقتی که پایین میایه، وقتی که ریتست میگیره، ناحیه عرضه ما وقتی که شکسته میشه تبدیل به ناحیه تقاضای ما میشن. کسایی که در این نواحی، تریدرهایی که در این نواحی اوردرهای فروش مانده بودن که از ریزش های قیمتی سود بگیرن، کسایی که نمیفهمن سیل شورت را، کسایی که سیل شورت میگیرن یعنی از ریزش های قیمتی در فیوچرز سود میگیرن. و کسایی که در این نواحی مثلا سیل گرفتن، وقتی که قیمت بالا میره و دوباره بر میگرده، اگر حساب اونا رو نزده باشه، اونها در این نواحی از بازار یا از مارکت میبرن. و برعکس مثلا شورت، اونا بای میگیرن، از افزایش قیمتی سود میگیرن و باعث میشه که خریدارها در این نواحی زیاد شوند و باعث رشد قیمتی میشه، یک روند سودی به خود ایجاد میکنه. یعنی که خریدارها نسبت به فروشنده ها زیادتر شدن و قیمت را به سمت بالا شکستاندن. و برعکس بای ساید بریک اوت، ما سیل ساید بریک اوت داریم، یعنی ناحیه تقاضای ما شکسته میشه. وقتی که قیمت از این بالا به سمت پایین میآید، در این قیمت واکنش اگر نشان نده به سمت پایین بشکنانه، در ریتست خود ناحیه تقاضای ما تبدیل به ناحیه عرضه ما میشه و باعث ریزش قیمتی میشه. چرا؟ فرض مثال وقتی که قیمت دو بار به اینجا سقف زده، ببخشید به اینجا کف زده، وقتی که قیمت برمیگرده، سرمایه‌گذارها، بعضی از تریدرها در این قیمت مثلا اوردر خرید میمونن که اگر قیمت در این نواحی رسید، برای ما به اینی قیمت مشخص مثلا 1.05 برای ما $100 یا $1000 از این رمز ارز یا از این جفت ارز برای ما بخر. و وقتی که قیمت یعنی فروشنده ها نسبت به خریدارها زیاد باشن، قیمت را به سمت پایین بشکنانن، وقتی که ریتست میگیره، قیمت دوباره بر میگرده به این قیمت، کسایی که اینجا خریدن از بازار میبرن که نه سود و نه ضرر کنند. و
باعث ریزش قیمتی میشه که روند نزولی بر خود ایجاد میکنه. و دوستان عزیز، فیک بریک اوت چی هست؟ فیک بریک اوت این کف قیمتی رو در نظر بگیر که وقتی که قیمت میاد پایین، فیکس دمی قیمت 1.05 مواکنیش نشان نمیده، قیمت میاد زیر کف قبلی خود با یک شادو با یک سایه دوباره برمیگرده بعد داخل رنج. این میگه فیک بریک اوت. یا هم با یک کندل با یک کندل با سمت پایین میشکنانه و با کندل بعدی دوباره برمیگرده. مثلا خیلی زود میشکنانه و خیلی زود پس برمیگرده. و این به خاطر لیکویدیتی می باشه که در درسای بعدی که در مورد لیکویدیتی صحبت میکنیم انشاءالله میخوانیم که چرا اتفاق میفته. و در این قسمت ما الگوی به اسم اسپایک داریم. دوستان عزیز، اسپایک چی هست؟ اسپایک یا همون حرکت ناگهانی، وقتی که خبرهای اقتصادی جهانی می باشه، مثلا بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بالا یا پایین میبره، باعث اسپایک سودی یا نزولی میشه. مثلا اگر قیمت در این نواحی قرار داشته باشه، نرخ بهره بالا بره، باعث اسپایک نزولی میشه. یعنی چی؟ یعنی نهنگ ها یا سرمایه‌گذارای کلان که در بازار مثلا با سرمایه مثل میلیاردها دلار یا میلیون ها دلار می باشه، از این رمز ارز خود مثلا میفروشن و این فشار فروش باعث اسپایک نزولی میشه که یک حرکت ناگهانی در یک کوتاه مدت اتفاق میفته و باعث ریزش قیمتی میشه. و بعد از اسپایک ما معمولا نوسانات شدید رو می داشته باشیم، چرا که وقتی که اسپایک نزولی اتفاق میفته قیمت پایین میاد و خیلی از سرمایه‌گذارها این را یک فرصت میدانند که این رمز ارز مثلا ارزان است این قیمت و از این رمز ارز خرید میکنن و هر خرید اینا باعث میشه که یک نوسانات ایجاد کنه. و در مقابل اسپایک نزولی ما اسپایک سعودی داریم. اسپایک سعودی چه وقت اتفاق میفته؟ وقتی که قیمت در این نواحی قرار داره، مثلا رئیس بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را پایین میاره و باعث میشه که سرمایه‌گذارای اوراق بورس بهادار روی رمزارزها بیاین یا مثلا تورم را بالا میبره. وقتی که تورم بالا میره باعث میشه که مردم رمز ارزها را پناهگاه امن برای حفظ سرمایهشان ببینه و باعث این میشه که اونها سرمایهشان را پولشان را بر روی کریپتوکرنسی بیارن و رمز مانند بیت کوین، ایتریوم که فرصت خوبی برای حفظ سرمایهش در مقابل تورم می باشه و باعث فشار خرید ایجاد میشه که باعث اسپایک سعودی ما میشه. و بعد از اسپایک سعودی ما حتما یک نوسانات شدید می داشته باشیم، شاید یک روند سعودی یا نزولی باشه یا هم رنج باشه. به این معناست که کسی که در این نواحی از این رمز ارز خریده وقتی که رشد میکنه مثلا 5%، 10% یا 20% یا 100%، و اونا سعی میکنن که از بازار خارج شون و این سودی که گرفتن را بگیرن و از بازار خارج شون و این فشار فروش ایجاد میکنه و باعث میشه که یک نوسانات شدید ایجاد کنه. و بعد از این نوسانات ممکنه اگر زیاد فروشنده باشه، وقتی که فشار فروش زیاد باشه باعث میشه که یک اسپایک نزولی دوباره داشته باشیم به سمت پایین. خیلی خوب دوستای عزیز، دوباره برمیگردیم در این قسمت که روندها را خواندیم. یک نکته مهم در مورد عرضه و تقاضا یا حمایت و مقاومت
قسمی که اینجا این روند را گفتم که دارای سقف کف با اینترنت. وقتی که قیمت یک بار به این قیمت که میرسه به من حیث کف قیمتی واکنش نشان میده، دوباره به سمت بالا میره. وقتی که دوباره پایین میایه این کف قیمتی خود رو میشکنانه. خب وقتی که اینجا کف ایجاد شد، وقتی که اینجا کف ایجاد شود ده اینجا واکنش نشان بده کف قیمتی باشه، این ناحیه تقاضای ما می باشه یا ناحیه حمایت ما. وقتی که ناحیه تقاضا یا حمایت ما شکسته شود تبدیل به ناحیه عرضه ما میشه یا ناحیه مقاومت ما میشه. قیمت که بشکنانه ناحیه تقاضای ما را تبدیل به ناحیه عرضه ما میشه و برعکس ای قیمت در این قسمت واکنش نشان داده به من حیث سقف قیمتی یا ناحیه عرضه و اینجا برای ما ناحیه عرضه ایجاد کرده. وقتی که ناحیه عرضه ما شکسته شود، ناحیه مقاومت ما شکسته شود تبدیل به حمایت میشه. ناحیه عرضه ما شکسته شود تبدیل به تقاضای ما میشه. حالا دوستای عزیز، کسایی که نمیفهمن گیج نشن، عرضه و تقاضا، حمایت، مقاومت، سقف و کف، اینا کلشان یک چیز می باشه که به انگلیسی سپلای اند دیمند یا سپورت اند رزिस्टنس میگه. کلشان یک چیز می باشه. ما از یک کلمه استفاده میکنیم که گیج نشین. وقتی که این ناحیه عرضه ما می باشه یا ناحیه عرضه ما می باشه، وقتی که ناحیه عرضه شکسته شود تبدیل به ناحیه تقاضا میشه و دوباره رشد میکنه. دوباره ما اینجا یک ترند لاین میکشیم، یک کف قیمتی خود را، سقف قیمتی خود را. وقتی که قیمت دوباره برگرده در این نواحی، واکنشی مثل کندل ها که در دست قبلی خواندیم، اگر پین بار ببینیم و تاییدیه بیته، ما دوباره اینجا میخریم. و خیلی ها هم مثلا از جمله حمایت و مقاومت میگن. به خاطر ایره گفتم که شما گیج نشین. مثلا بعضی حمایت و مقاومت بگویه که شما بعدا بگین حمایت مقاومت چیست. حمایت مقاومت همو عرضه و تقاضا می باشه. خیلی خوب دوستان عزیز، بریم در ریال چارت ببینیم یک چند نمونه از قیمتی را. اینترنت ضعیف می باشه. خیلی خوب، اینترنت ضعیف می باشه. روی رمز ارز بیت کوین برین در تایم فریم 4 ساعته ببینیم که اینترنت کار میکنه یا نه. دوستای عزیز، به عشق شما ما از خانه نشیمن به خانه مهمانخانه آمدیم و یک کمی سردم می باشه، باز هم گپی نیست و وای فای یا روتر در مهمانخانه می باشه و یک کمی فاصله هست بین خانه نشیمن و مهمانخانه دیگه. به مو خاطر اینترنت ضعیف کار میکنه و باز هم خیر است، گپی نیست. در مورد عرضه و تقاضا در ریل چارت در درس‌های بعدی به صورت عملی انشالله میخوانیم. پس فعلا اگر سوالی داشتید حتما در کامنت ها بنویسید و در ویدیوهای بعدی انشالله جواب خواهم داد و فعلا خدایا رو نگهدارتان.